برای خدمت‌های شایسته و فعالیت نظررس در اجرای وظیفه‌های خدمتی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی یک گروه کارمندان و سابقه‌داران کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانیده شدند که امروز در وضعیت تنتنوی مکافات‌های دولتی از جانب یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های کادرها اسدالله رحمان با کارمندان و سابقه‌داران ساحه تقدیم کرده شد. در مجموع 26 نفر از کارمندان ساحه تلویزیون و رادیو و سابقه‌داران، 14 نفر از کارمندان شبکه‌های تلویزیونی و رادیو با مدال خدمت شایسته، 8 نفر با مدال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 4 نفر با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند. برای قدرشناسی از رهبریت عالی سیاسی مملکت شخصا از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتدار هستیم و بر عوض چنین توجه، غمخواری، دستگیری برای آبادی و پیشرفت کشور عزیزمان، وطن عزیزمان باز هم خدمت خواهیم کرد. باعث افتخار و سرفرازی است که در عرفه تجدید جشن بزرگ ملی 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان گروهی از کارمندان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قدرشناسی گردیدند و محترم جناب عالی زحمت‌های اهل قلم را به نظر گرفتند و کارمندان کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را قدردانی کردند. البته قدرشناسی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به ما روزنامه‌نگاران مسئولیت ما را در فعالیت من بعده باز هم بیشتر خواهد کرد و ما تلاش می‌نماییم که عهده‌داری‌های کسبی خود را باز هم به صفت بلندتر برآورده برای حفظ منفعت‌های دولت و ملت عزیزمان صادقانه و صافدلانه خدمت نماییم. تأکید کرده شد که خدمت‌های شایان نمایندگان کسب و کار گوناگون خصوصا خدمتچیان دولتی، اهل علم، فرهنگ و ایجادکاران همیشه از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قدرشناسی گردیده آنها پیوسته دستگیری می‌یابند و هوسمند گردانیده می‌شوند. زحمت‌های ما به عنوان ایجادکار را قدرشناسی کردند که این در جشن 30 سالگی وطن تحفه ارزنده است و این تحفه، این قدرشناسی ما را وادار می‌سازد که برای آبادانی و انعکاس روزگار ساکنان دستاوردهای تاجیکستان عزیز سهمگزار باشیم. منتداری خویش را از این منبر بسیار بلند و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که زحمت و مهنت‌های ما کارمندان تلویزیون را در عرفه 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به انابت گرفتند و ما را سزاوار مکافات‌ها گردانیدند و جواباً به این همه غمخواری و دستگیری های پیشوای معظم ملت ما در پیشرفت و نموی تاجیکستان عزیز و گلگل شکوفا و بهشت آسایمان سهم گذار باشیم.